салом алейкум мардум, салом дӯстон ва салом подписчикон. Шумо дар канали Абзор TG мебошед ва имрӯз дар барномаи мо абзори iPhone X мебошад. Ва пеш аз оне ки абзорро сар кунем, ман гуфтани ҳастам ки ин абзори полноценни нест, распаковка нест. Дар бораи смартфон ҳамаи мо маълумоти камутун дорем. Барои ҳамин ман ба саволҳои асосии шумо ҷавоб медиҳам. Яъне iPhone X дар соли 2021 худашро чӣ гуна нишон медиҳад. و باز سوال دیگر این است که iPhone SE 2020 یا اینکه iPhone X رفتین. کمی درباره سمارتفون. iPhone X 12 سپتامبر همراه iPhone 8 Plus پرزنتاسیا شدگی است، اما با فروش پس از iPhone 8 Plus گذاشتگی هستند. البته این از کدام سبب ما نمیدونیم، نیکی скорее всего ما میگوییم که از سببی که iPhone 8 Plus باید روند بود و فروش، برای همه iPhone X رو کمی بدتر به فروش گذاشتن. و باز چیزی دیگر این است که iPhone X یگانه سمارتفونی کمپانی اپل میباشد که 1 سال فروخته شدگی است و خلاص. خب درباره خود سمارتفون، بعد iPhone 7 Plus البته обновление کلان کردگی است کمپانی اپل، خصوصا با دیزاینش و باز فونکسیون نو هم گذاشتگی هستند. چیزی پیدا شد و چیزی گم شد. نگفته نمیشود آن را که این آیفون ایکس سمارتفونی میباشد که ترندی منابروف رو گذاشت، یعنی اینکه بعضی چالکه میگویند آن این گونه ترند رو گذاشت و بعد این آیفون ایکس بر اومدن سمارتفون ها می 8 پرو، هواوی P20 پرو، هواوی میت 20 پرو، حتی میت 3 هم همین گونه منابروف داشت و با سمارتفون های می ادولایت و خیلی این رو همتون میدونید و باز من پلاس 6 هم. خب چه خیلی که گفتیم این منابروف پیدا شد، اما این منابروف هم شاید مینوس داشته باشد. من نمیدونم با شما این مینوس است یا اینکه مینوس نیست، اما پرسنت ضرریت رو دیدن نمیشود، نه با آیفون XS نه با آیفون 11. اما اگر دیدنی خواهید شما باید اشتراک بدید رو پایان کنید. آیفون در سال 2021 دوستان، البته اگر شما از سیائومی استفاده بردگی باشید و یا اینکه اسمارتفونایی که باتریشون خیلی بسیار است استفاده بردگی باشید، شما از جهت اکومولاتور کمی وزنین میکشید. اما این حالت های نیست که آیفون 7 6s باشد، برای اینکه آنها کورپس آلومینی داشتند و ضرریتشان هم خیلی کم میرفت از سببی که در زمستان یخ میکردن. آیفون 8 این گونه نشد، اما آیفون X باشد باز اکران سوپر AMOLED دارد، همین سبب با ضرریت رو گوییم اکونوم میکند، چی خیلی هم پلوسی کلان است. برای همین دوستان از جهت ضرریت این من نشون میدیم. اکومولاتور من 83% ماندگی است، یعنی به زمینه. اگر شما اکومولاتور گوییم یگان از اوستو یگان تی دیگر چسباندگی باشد شاید کمتر هم رود، برای همین رو در نظر میگیریم. اما خود آیفون X ضرریت رو خوب میبرد، 3000 آمپر پریمیر خیلی 2900 چند گویم اگر درست‌تر شود. برای همه دوستان این بسنده هست بار از میره خود این سمارتفون و من یک روز به ملال استفاده بردم میتونم سمارتفون رو 2-3 ساعت یوتیوب، 1 ساعت بازی و باز دیگر کارها. خب درباره ضرریتش من فکر میکنم با شما فهموندم و باز نگفتم آمد که از جهت پروسسور، از جهت اپتیمیزاسیون خوبی iOS و دیگر پروگرام ها باز این آیفون زیادتر میبرد ضرریت رو. درباره کامراش عین حال اینا من شما به نشون میدهم بعضی سینماکوگیم، بعضی رسم‌ها رو که با همین آیفون X گرفته شدگی است و باز اینا کچس ویدیوش رو هم شما دیدن میتوانید. کچس زوکش مرحمت Full HD 60 FPS انا میخواستم میکند. دوستان گفتن آمد که آیفون X و XS نوچنوی رژیم سیامکه ندارن، نه رسم گرفتن نه ویدیو سیامکه کردن. برای همین نوچنوی رژیم آیفون ها از 11 سر می شود. انا اینش باشد Full HD 30 FPS. آیفون ها اپتیک استابیلیزاسیا و الکترون استابیلیزاسیا هم دارن. الکترونی نه بفکرم و تنها اپتیک استابیلیزاسیا. همه خیلی سیام که میکند. با میتوانیم دویم کامera یعنی نزدیک کنیم. این بفکرم دویم کامera نیست، هم تو نزدیک کردن است.
خیلی من فکر میکنم در سال 2021 این خیلی هم کشش خوب است، اگرچه این سمارتفون 4 سال گذشته است، اما بعضی اندروید که سال 2020 و حتی 21 میبرن این چیز رو نشان دادن نمیتونن. البته گپ درباره بودجت وریانتشون میرود. درباره فلگمانش رو گریم، حتی سامسونگ S10 اینا افغان کرده بود و حالا که به سال 2019 برآمدگی است. بله ویدیوسم که خیلی خوب دارد، گفتیم کامراش خوب است، اینایی سلفی هم کنید مرحمت میشود، اما چیزی دیگر میموند. خودی iOS چگونه کار میکند و چند سال دیگر обновление میگیرد. обновленияш دوستان 3 سال دیگر гарантированно این آیفون X میگیرد обновление، یعنی iOS 17 هم شاید گوییم поддерживать کرده تاند. برای همین سمارتفون های اپل سمارتفون های میباشند که 5 سال 6 سال گوییم обновление میگیرن، یعنی فونکسیون نو هم اونها قبول میکنند. حتی آیفون 6s اینا با iOS 14 کار کرده ایستاده است. از جهت پروسسور اپل i11 نو نیست، اما از جهت انرژی افکتیونس و مشنستش با سنپدراگون 855 به ملال برابر شده میتواند دوستان. و حتی من گفتنی هستم که عین حال بازی نیست که شما در آیفون X به 60 fps بازی کنید، یعنی 60 fps به تمام بازی ها به شما گارانتی رانه، اما خود بازی گویا من به شما ریکامند نمیکنم بازی کردن، برای اینکه ضرری بسیار دارد به انسان. دوستان با سوال دیگری شما من جواب میدم، آیفون SE یا اینکه آیفون X؟ البته دوستان آیفون X. برای چی؟ برای اینکه آیفون SE یکمش دیزاین 10 ساله کهنه دارد، دویمش اینکه اکران مایده دارد، سومش اینکه دیسپلی رتینا دارد یعنی LCD یعنی IPS و باز باتری کم دارد. کامراش تماما فرق ندارد دوستان. من میدونم بعضی با آیفون 11 سرم نیاد میکنن، اما این خطا است، برای اینکه آیفون SE کامرای پستر دارد، رنگ کامرای X است. من سرعینی آیفون X و آیفون SE رو تماشا کردم، خیلی خوب، برای همه کچستی رسم گویم فرقیتی زیادم ندارد و حتی فرقیت هم ندارد گویم هم میشود. اما آیفون X فیچرش این است که دوکراتنی زوم دارد، پرترینی سیمکه کرده میتوانید. و من نمیدونم برای چه آیفون SE رو خریدن ممکن است. اگر آیفون SE خواهید بهترش آیفون 8 خرید، چند برابر ارزان است. اما دوستان شما میگید پروسسور دارد، من نمیدونم و پروسسور رو برای چی استفاده برده میشود با این اکران مایده و با این اکومولاتور سست. برای همین آیفون SE پس از 2 سال یا اینکه 1 سال خریدنش معنا دارد، برای اینکه اون وقت نرخش 20000 یا اینکه شاید هم ارزان تر باشد. اما بهترش این که آیفون X یا آیفون X خرید. آیفون X رو از کجا یابیم و چگونه خریم که واستانوولینش نباشد؟ و خصوصا درباره سمارتفون واستانوولینی اگر شما ویدیو خواهید دوستان، البته ما معلومات جمع میکنیم با شما ویدیو میکنیم و حاضر کمی گفتنی هستم که واستانوولینی آیفون خریدن معنا ندارد. یگانه راه میموند این اویتو یولا یا اینکه یگان خشو نزدیکی شما. البته دوستان اگر آیفون X خریدنی شوید تا نرخ 27-28 هزار خریدن این معنا دارد، به شرطی که سمارتفون واستانوولینی نباشد و تمام فونکسیاش به ملال کار کند. برای اینکه اگر شما 30,000 بخرید گویم این الکی قیمت تر است، برای اینکه 33,000 35,000 این نرخ آیفون XR می باشد و آیفون XR هم نو و هم کلانتر. خودتون فهمیدید کارش. و باز چیز دیگر این است که بعضی میگن بعد обновление تروتون یا اینکه فیس ایدی گم شد. دوستان این همش سفسطه است. وقتی که شما این سخن ها رو میفهمید باور کنید که این همش توفته است. درباره نرخش من فکر میکنم گفتم تا 28,000 نرخ خوب است. اگر کوبید یا مرحمت این سمارتفون رو ما با نرخ 25,000 روبل خریدیم با تمام کارابکش با تمام فونکسیاش به ملال کار میکنید. یک ماه استفاده برده استادم و فکر میکنم آینده هم به ملال استفاده میبرم. و خصوصا دوستان درباره سمارتفون من فکر میکنم بسنده معلومات دادیم. و یک سوالی دوستان از کامنتاری بود، نمیدونم پادپیشی کسی یا اینکه نیست، خیلی من خواستم جواب دهم. یعنی او سوال داد سمارتفون هایی که ما از دوشنبه میخریم نوش یگان فرقیت دارد از سمارتفون هایی که از مسکو میخریم؟ برادران البته فرقیت دارد، اما حوزه گپ درباره فرقیت ورسیاش میرود، نه اینکه اورگینال پولو اورگینال یا اینکه کیتایسکی. یعنی چگونه فرقیت دارد؟ فرقیت این است که مثال میگیریم سمارتفون کمپانی سیومی و خواوی رو. آنها سمارتفون رو با یک چند ورسیا میبرند، یعنی یکمش کیتایسکی ورسیا، دویمش глобальний، بعد یوروپیسکی، بعد آزیاتسکی و دیگر. و سمارتفونی که اونیورسالی هست گویم این глобальный ورسیا است. глобальный ورسیا از کجا فهمیده ممکن است؟ یکم از خود کارابکا و یا اینکه بهترش از سرینی نومر. این خیلی глобальный گویم نویستگی هست با مانند دو شیفر. خیلی
این رو من به شما فهموندم. اما در دوشنبه کدومش رو میفروشند؟ من دوستان فکر میکنم در دوشنبه آزیاتسک ورسیا رو میفروشند. برای چی؟ برای اینکه ما با آسیا میانه میداریم، میان که خود آسیا میداریم، برای همه برادران ما در دوشنبه میبیارن از خود خطای این اسمارت فون ها، خصوصا ورسی آزیاتسکی میباشند. و شما میگید آزیاتسکی ورسی از گلوبال چگونه فرق دارد؟ من با شما یک حالت رو میتوانم نقل کنم. یعنی حالتی شد که ما ردمی نوت 7 خریدنی شدیم و وقت نرخ رو اهمیت دادیم. در جایی بود که 13000 نرخ داشت و در جای دیگری بود که 11000 10000 نرخ. ما اول نفهمیدیم و بعد از اون نیکی خریدیم اسمارت فون رو ما فهمیدیم که اسمارت فون فرقیت دارد. یعنی اسمارت فونی که ما خریدیم ارزان گفته این آزیاتسک ورسیا بود. یعنی آزیاتسک ورسیا از گلوبال چه فرق داشت؟ ونیشنی یا اینکه گویم внутренний تماما فرق نداشت. یک فرقش این بود که کامera، یعنی کامera آزیاتسک ورسیا ردمی نوت 7 12 مگاپیکسل بود، حالا که گلوبالیش 48 مگاپیکسل. اما این دوستان همه وقت این گونه نیست. برای همه بهترش اینکه یکمش گلوبال خرید، دومش اینکه پیش از اون که خریدید اول معلوماتش رو ببینید که همه یگان فرق دارد یا اینکه نه. خب فکر میکنم با سوال شما دوستان جواب دادم. اگر با سوال ها باشد مرحمت نویسید. شما در کانال ابزار تجی بودید. تا برنامه آینده در پناه الله باشید.